محمد خوجا نوار گیرده پارت تیک تاک با بازی بین دستای ولیغان دی منطقه سیم و ارسنال پداس بازی دارن. حال بازی بین این دو دسته حساب برابر است. یک بر یک دویم تایم بازی است. برای ما این چیزا مهم نیست. برای ما مهم بازی آخران، یعنی که امروزه بازی آخران هست بین دستای ینگی آباد و باترخوجی پلدارک دوستو. میتونید اومده مخلصی کنید. چهارم بازی است. ساعت های تقریبا 4 سر میشه دوستو. آغاز بازی بیاید مخلصی کنید، بازی را تماشا کنید دوستو. ولی بازی حسابش 1 بر 1 است بین هر دو دسته. در این دسته ولیغان یکی از بازیگراش که با فرم ارژانتین بازی دارد در میدان ما در جمهوری ازبکستان هم، یعنی استودنت است. در این خوجند خودم از خودی کم بوکا آورده اینا که شاید یک بازی خوب نشون میداد دیگه. امیدوار هستن همین دسته ولیغان و خلاصه به هر دسته کامیابی خواهان هستم دوستان. ایلی هم هر دسته غالب باید. ما طلبگار هر دسته. به مناسبت عید صده برگزار گردیده است. تقریبا طول یک هفته این بازی دوام میکنه در همین میدانچه سامانیان دوستان، در نزد فیزیکچر نیستی سینو. مرحمت مخلصای هر دسته میتونید اومده بازی را یا تماشا میکنید یا بازی میکنید. منچی میتونید پرسکو کنید که برگزاری بازی ها را با رقمی 92 966 0504 دوستان میتونید زنگ زنید، بازی ها را انیخ کرده اومده مخلصی کنید دوستان. با فرمای سفید دسته ولیغان و با فرمای کبود سیاه رنگ دسته ارسنال پداسک حاجی امیرов. واسه زمین علی جان بریم رو جان عقیب داره